درود رفقا، حالتون چطور؟ به کانال من خوش اومدید. یه احتمال هایی میگن که وجود داره که قراره زلاتان از بازی فوتبال حذف بشه و خیلی این حرف در جهان مطرح شده و من اومدم بهتون احتمالات حذف شدنش رو بگم در بازی. خب همونطور که زلاتان با FC قرارداد داره، نمیتونه که با کنامی قرارداد بشه و کنامی همینجوری اونو به بازی اضافه کرده. اما همونطور که بوفون قبلا پارسال نمیدونم بود با FC قرارداد داشت، ای فوتبال آوردش و هیچ مشکلی هم پیش نبود و حالا فعلا برای باکس زلاتان من میگم بهتون کوین ندارین و اما اگه مثلا کوین زده باشید و گرفته باشید زلاتانو، اگه احتمالاً زلاتان حذف شده از بازی، به شما یه بازیکن خوب در حد همون زلاتان با همون کوین ها بهتون میده و حالا اگه گرفته باشید هم نگرانی خاصی نداره. اما زلاتان احتمال کم حذف بشه و احتمالاً کنامی با زلاتان صحبت میکنه و حذفش نمیکنه و برای همین زیاد نگران نباشید برای اینکه حذف بشه. و یه نکته دیگه هم اینجا باید بهتون بگم که این زلاتان اگه حذف بشه، این چیزی که بهش دادم با توجه به این اوورال بالایی که بهش دادم احتمالاً حذفی نکنید. 110 بالاترین اورال گیم و اولین بالاترین اورال گیم و برای همینم فکر نکنم حذفش کنم. و اما زیاد خیالتون راحت ولی زیاد خیالتون راحت باشه و اگه مثلا باش کوین بزنید، اول گفتم نزنید ولی الان بزنید، چون که اگه نزدیکتون خوب میده و الان دارم صحبت نرم میکنم و تو پنجشنبه هفته دیگه خبراشو میرسم که با دنبال کردن چنل من خودم خبراشو بهتون میدم و حالا اگه خواستید بگیرش. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده شه. رفقا لایک و دنبال فراموش نشه، ولی بچه حداقل لایک یا فالو بزنید که کانال ما داشته ما باگایی هم میزنیم. اگه ندیدین برید ببینید، باگ زلاتان هم خودمون گذاشتیم و دیگه نمیخواین ببینید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده بشه. لایک و دنبال فراموش نشه. خدا نگهدار.